ولی من بیشتر فکر میکنم که هدف جمهوری اسلامی این باید باشه که ایمان و وجدان رو در بین مردم تقویت بکنه. وقتی که ایمان و وجدان در بین مردم تقویت بشه، فکر میکنم دیگه تمام هدفهایی که ما بخوایم بهش بریم به همشون میرسیم. شما چه خانم؟ من اومدم به جمهوری اسلامی رأی بدم چون میدونم هر انتظاری که ما داشته باشیم رعایت میشه و انجامش میدن. شما این قاطعیت از کجا دارین که این با این صراحت این حرفا میزنید؟ این قاطعیت رو از گفته‌های رهبرمون دارم که میدونم انجام شدنی هر انتظاری داریم. متشکرم. 8 به خواست خداوندی که میلیون ها مسلمان سراسر جهان هر روز در نیایش‌های روزانه خود او را به نام پروردگاری بخشنده و مهربان به نام می‌خوانند، می‌جویند و به یاری می‌طلبند. نقطه عطفی آزادی بخش در تاریخ چند هزار ساله ملتی بود که هزاران سال بار سنگین ستم و جور و چپاول را بر دوش‌های رنج کشیده و از توان افتاده خود بدین سوی و آن سوی این تاریخ پرمشقت می‌کشاند.